سلام عزیزان، با یک وایشتاک دیگه در کنار علی در خدمت شما هستیم. قراره که صحبت کنیم در مورد بازی فجر، اتفاقات بعدش، پنجره بسته داموش و در نهایت هم بازی با استقلال مناصری. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه مخاطبین وارش اسپورت و هواداران داموش. خب علی استاد شد. قبل از هر چیزی من یک عذرخواهی می‌کنم بابت کیفیت احتمالی بد صدا. با یک سیستم تازه‌ای داریم صدا رو ضبط می‌کنیم، حالا ببینیم که کیفیت صدا چطور میشه. این نکته رو هم بگم که اگر اولین باری که این برنامه رو می‌بینید یا از دفعات قبل دیدید و هنوز ما رو سابسکرایب نکردید، ممنون میشیم که این کانال رو در واقع سابسکرایب کنید و این برنامه رو لایک بزنید، برامون کامنت بذارید و زنگوله رو بزنید. آره، برای دریافت نوتیفیکیشن هم که زنگوله رو بزنید. علی آخرین بار دیدم تعداد سابسکرایبمون 777. آره خیلی روند بود. حالا از این برنامه به بعد ببینید کم میشه یا زیاد میشه. بهتره که زیاد شه. علی، بازی با فجر تقریبا همونجوری شد که پیش بینی کرده بودیم توی قسمت قبل. نزدیک بود نشه ولی شد. آره. خب بازی با فجر ببین، خب به لحاظ حمله کردن اینا بخوایم بگیم شاید تو اون بازی یه خورده موقعیت‌های فجر تو بعضی دقایق به خصوص نیمه اول خود خطرناک‌تر بود و از یک از اون موقعیتاشون به حال سر اشتباه مدافعین ما نهایت استفاده رو بردن و گل خیلی تقریبا میشه مفتی بود. برخلاف بازی قبلی، حالا که مثلا بعضیا به توانا انتقاد داشتن، این بازی به نظرم توانا بازی نسبتا خوبی انجام داد. یعنی توپایی که باید میگرفت و گرفت، سر هیچ چیزی نیست که بخواد کسی تقصیری گردنش بده. بازی خوبی انجام داد. حالا بجز اون یکی دو تا اشتباهی که مدافعین داشتن، خیلی چیز چشمگیری دیگه نداشتن. از موقعیت‌های دیگه خوب دفاع کردن. ولی خب ما تو موقع حمله کردن هنوز یه خورده ضعف داریم. و شاید حالا یکی از چیزایی که به نظرم توی بازی داموش حالا کنار زمین بودن به چشمم میومد، اون سر حمله ما اون توپ سوم خوب نمیتونیم بگیریم. یعنی مثلا فکر کن یه کورنری، حتی یه موقعیتی که مثلا دفع شده، یه نفر باید باشه یا هافبکی اون رو جمع بکنه که دوباره از ادامه موقعیت استفاده کنه. اون توپ سوم وقتی نمیتونیم استفاده بکنیم تبدیل به ضد حمله تیم حریف میشه که یکی دو بارم اواخر مثلا نیمه اول دفاعی ها مدافعون هم که جا میمونن. آره دیگه همون دیگه اونا باید توپ اون گل دومی هم که فجر زد و آفساید شدم که دیدید دیگه چه اتفاقی افتاد. اون توپ سوم خیلی مهمه. اون بعضی حالا ددبال و این چیزا میگه موقعیتی که حالا توپ دست هیچکی نیست، بارها میبینم دو تا بازیکن دارن میان ولی اون بازیکن ما اون نمایش فیزیکی خاص رو نشون نمیده که بره مثلا اون توپو بگیره. یعنی اون نمیره سراغ توپ اونطوری که باید نمیره. بعضی وقت حالا ممکنه به فکر این باشن که خطا و این چیزا نکنن که، ولی خب باید آدم حداقل سراغ توپ بره. من همیشه میبینم اون دو نفر دارن میان، همیشه توپ مرده یا اون ددبالی میگن همیشه به اون بازیکن فجر میرسه و این جایی بود که ما خیلی اوقات سر حملاتی که دفع شده بود با جلوش ضربه خوردیم و اون تبدیل به ضد حمله شد. این جالب نه. امیدوارم روی این کار بشه. این اگه کار بشه ضد حمله خوردن ما، حمله های ناگهانی تیم حریف خیلی کمتر میشه و احتمال باختمون کمتر میشه. علی، در مورد نکات حالا فنی بازی صحبت کردی. حالا اتفاقا من دیشب با یکی از پیشکسوتان دروازه‌بانی همین داماش و شهرش هم که داشتم صحبت می‌کردم، گفت اتفاقا من بازی داماش رو می‌بینم و اشکان بازیش خوب بود تو بازی و این صحبتی که دو کردی حالا اون پیشکسوت هم تایید کردن. این در مورد نکته فنی بازی. اما بازی به نظرم چند تا نکته دیگه هم داشت که حالا بعضیش غیر فنی ان. یکی این که فجر تیم سوم جدولی بود که اومده بود ببره، اومده بود برای صعود بازی کنه. ما در چه جایگاهی هستیم؟ تیم سوم جدول از آخر و داریم برای موندن تلاش میکنیم و این که اصلا ما موفق شدیم، حالا درسته توی خونه خودمون بود، ولی اینکه موفق شدیم همین تساوی هم به دست بیاریم، به نظر با توجه به شرایط موجود، اینکه حالا پنجره بسته و نمیدونم بازیکنایی که رفتن و مجموعه شرایط موجود، به نظرم امتیاز خیلی خوبی بود. یعنی بازی خیلی خوبی بود به نظرم. و حالا از گوشه‌های استادیوم شنیدم بعضی از افراد خیلی خاص و شناخته شده مثلا حرفا رو داشتن مثلا به کادر فنی و بازیکن‌ها میزنن که اصلا واقعا هیچ جای دفاعی نداره خودش. ولی حالا اصلا عجیبه. من شنیدم خودم بیرون بعد بازی دیدم یکی از این سکوها که اون معروف به تخم خوردن اونجا که نفر داشت میگفت آقای نظر محمدی چرا میرجوان رو تو بازی نذاشتی؟
یعنی همینقدر یه سری‌ها در مورد تیم بی اطلاعن. آره. طرف مگه میشه مهره مثل میرجوان داشته باشه تو بازی نذاره، اونم وقتی تو خط حمله نفرات نداریم الان. اگه ببین اصلا ما اگه الان نفرات کامل داشتیم یه خورده تو خط حمله تکمیل‌تر بودیم ما این بازی میتونستیم ببریم. فجر اونقدر تیمی نشون نداد. درست یه سری حملات خوب داشت ولی ما بدیم. آره ما ترکیب خوبی داشتیم آره. فجر برده بودیم. بله. اصلا اونقدر تیم آره. خاصی نشون نداد با اینکه سوم جدول بود مثلا باید خودش رو حفظ می‌کرد. اونجا فکر کردن دیگه با یکیش بازی بردن دیگه اصلا بازی داشتن. ولی گل دوم که حالا زدن که آفساید شد. آره. واقعا میشد این آره. اگه ما این اتفاق مربوط به پنجره نقل و انتقالات که در ادامه در موردش صحبت می‌کنی اینا نبود بازیکن‌ها بودن فجر رو می‌بردیم. واقعا می‌بردیم. حالا خدا رو شکر اون حمله آخر بازی پنالتی شد حالا مساوی رو گرفتیم حداقل از باخت بهتر بود. حالا اگه بتوشن تو این گروه بچه وارش اسپورت هم پیش بینی کرده بودم که تو این بازی باید با پنالتی گل برسیم. منم چیز بین دنیا داشتم پویا صحبت می‌کردم میگفتن اگه بخوایم من احساس می‌کنم مثلا تو دقایق آخری پنالتی میگیرن میزنیم که اونم شد. آره. بازی تموم شد حالا تقریبا دیگه فکر نمی‌کنم صحبتی مونده باشه. بعد از بازی هم که علی نظر محمدی انتقادات خیلی تندی کرد، خیلی جا پخش شد تو رسانه‌های مختلف. در مورد دو موضوع هم صحبت کرد. یکی این که حالا بحث ورود بانوان خیلی جدی محکم ایستاد و چنین چیزی رو تو فوتبال رش خب ندیده بود، اولین بار داریم می‌بینیم. و دو هم که خب انتقاداتی کرد نسبت به مسئولین شهر که آقایون اگر الان نمی‌خواید کمک کنید دیگه کی می‌خواید کمک کنید. در این مورد هم اگر صحبتی داریم بکن که برسیم به بحث پنجره. در حالت مرتبط هم هستی. حالا قبل از اینکه صحبت شروع کنیم در واقع این منظور کمک کردن همین مسئله پنجره است بیشتر. در مورد موضوعش در مورد ورود بانوان که ما فکر کنم قبلا توی از برنامه‌مون گفتیم اصلا دیگه هیچ جای صحبتی نداره. ما تو قرن 21 مثلا نباید حتی در مورد همین چیزای صحبت کنیم. بعدش حالا ولی خب این که گفته ما می‌خوایم درو باز کنیم اینا باید واسیم تا هفته بعد سه شنبه بازی با خیبر ببینیم. فکر نمی‌کنم چه تا بیشتر فکر می‌کنم بلوف بوده باشه ولی خب جالب بود. حالا هر چی ولی به هر حال باید اگر بشه خوبه. باید دید. بعد اگر بشه شاید یه حرفی بود برای اینکه یه فشارهای روی سریال بذاره باید ببینیم به کجا میرسه. علی اصلا شاید هماهنگ بوده، شاید هماهنگ کرده که مثلا در باز بشه واقعا. احتمالاً شاید احتمالش هست شاید قضیه درست شده باشه. آره شاید حل شده. امیدوارم همینطور باشه واقعا امیدوارم. ببین اصلا من دیدم حالا چه قبلا بازی‌های تیم ملی چه حالا مثلا ملوان یا تیم‌های دیگه هواداره بانوان میان بازیکن‌ها بهتر بازی می‌کنن. خب بانوان من یکی از خانواده‌هاشون دیگه زنشه خواهرشه مادرشه. ببین جو استادیوم قشنگتر میشه اصلا اون بازیکن با اشتیاق بیشتری بازی می‌کنه. دیدم با مثلا ما با کامبوج بازی داشتیم چند سال پیش که بانوان اومدن مثلا بلدارو ورزشگاه تیم جفگیش بود 14 تا زد. من چه میدونم پلی استیشن هم میخوام بازی کنم مثلا هانی بیاد من تشویق کنم روحیه میگیرم مثلا رفتی نداره که دیگه خودش نه اصلا جو قشنگتر میشه. آره شاید یکی از عوامل موفقیت ملوان تو این فصل همین بوده. آره قطعا همین بوده و من امیدوارم اتفاق بیفته. به نظرم یکی از چیزایی که در ادامه فصل میتونه بهمون کمک کنه. ملوانو که نام بردی ازش حالا هم بحث روحیه بازیکن‌ها میتونه باشه همین که اون جو استادیوم رو خواهی نخواهی مثبت‌تر میکنه که روی همون بازی متمرکز بشه. و واقعا تیم بهتری شده نسبت این هر چقدر سکو تکمیل‌تر باشه از تمام اقشار هوادارا باشن مثلا بانوان باشن این جو بهتر جو تیمی بهتر میشه در مجموع و همین میدونن خب خانواده‌هاشون هستن کسایی همینش اینجا هستن این اون حس بده نیست و یه سری راه نمیدن دیگه این بحث هم آره ولی حالا در مورد نماینده مجلس میخوای حالا خودت آره انتقاداتی شد که خب مثلا خیلی از شهرها خیلی از استان‌ها حتی تو همین انزلی نمایندهشون خیلی پیگیری میکنه میاد مشکلات ملوان رو حل میکنه ولی اینجا ما تو رشت سه تا خب نماینده داریم حالا و سایر مسئولین بعد مرکز استان هم هستیم ولی حالا داماش و بقیه تیم‌های رشت میبینیم که چه مشکلاتی دارن. همین مثلا چمن ارزودی که بعد این همه سال طول کشید که گفتن بهترین چمن فلان الان می‌بینید دیگه چه وضعیتی شده زرد شد گله رو گل دارن بازی فقط میکارن دیگه یه چیزی هست که میکارین خب یه کاری رو انجام میدین خوب بعدش باید اون کاری که انجام دادین حفاظت کنین نه اینکه به حال خودش رو مثل همون مثلا ببین ما موقع چمن مصنوعی عزولی داریم و خب اینقدر بهترین چمنای مصنوعی اینا از فلان کشور اومده نه دیگه بهش رسیدگی نکردن آخرش دیگه شروع
موکت دورانه. علی مثلا در مورد همین عضدی خب ما در ظاهر میگیم که ورزشگاه خونگیمونه خب ولی تمرینامون داره توی سردار جنگل برگزار میشه. ظرفیت سکام که خب خیلی کمه، یعنی هوادار زیادی نمیتونه بیاد. یعنی عملا ما داریم این فرصت بازی خونگی رو از دست میدیم. انگار مثلا یه بازی توی زمین حریف داریم، یه بازی تقریبا تو زمین حالا بی‌طرف. یه همچین حالتی شده انگار. من همچنان نظرم هستم که ما بازیمون با سردار جنگل. نظرت این نبود؟ من نظرم این بود. من شاید اوایل فصل دوست داشتم دوباره به عضدی اینا برگردیم ولی بعد مدتی دیدم شاید عضدی بحث نوستالژیشه. نه شاید سردار جنگل برای هوادار، برای تیم، برای خیلی چیزای دیگه بهتره. علی حالا تو این برنامه فرصت نمی‌کنیم ولی اینو دارم میگم که حالا ثبت بشه بعداً راجعش بخوایم حرف بزنیم. ما یه خورده کلا باید از فاز نوستالژی خارج بشیم. خیلی توی نوستالژی موندیم. الان دو ورزشگاهمون، نمیدونم بازیکنمون. یه نمونه بگم. خواهشاً دیگه هیچ جا عکس کلیپ گل عسکری به ملوان رو نذاری. ما یه بازی بردیم تمامش کنید بره. نه خوبه مثال همین نقطه از یک سید زمانی خوبه. مثال همینه. ما اینقدر خودمون رو کوچیک ندونیم. بازی زیاد کردیم، تیمای زیادی تا حالا بردیم. حالا یه بازیمون رو بردیم. راه به راه آدم مثلا همش اون اجرا می‌کنه فلان سال 10 نفره مثلا با گل ابراهیمی پس بدید تمام شد. باید روی کردی که داشته باشه دقیقاً. آره اینا تکرار بشه. اوبکه اون بازی واسه یه گذشت. ما الان تو یه جای دیگه هستیم. باید یه میراث جدید درست کنیم. دقیقاً همین. حالا این بازی‌ها جای خود ورزشگاه همینه دیگه. حالا مثلا چی تا مثلا تا ابد باید تو عضدی بمونیم. ببین عضدی اگه تمام امکانات رو بتونه سکوهاش کامل بشه، سکو روبرو باید باشه. الان مثلا اون روز با یکی از لیدرهای ابرای طوفانی احمد حسنپور داشتن صحبت می‌کردن، میگفت اصلا اون الان جایگاهمون اگه اون وسط باشه ما خیلی موثر بیشتر میتونیم مانور بدیم. مثلا وسط خودش یه وزنی الان اون سکو رو نداریم، الان خنثیه. زیر ساختم خیلی چیزا نداره، پارکینگ مثلا نداره. حالا بماند که اصلا از اولش نیاز نبود سکو رو بریزن دیگه، اون بحثو نمیخوام باز کنم. ولی خب الان که دیگه ریختون خب درست 7 سال شد 6 سال شد. بعد ببین نه پارکینگ داره نه خیلی چیزای دیگه داره. در هر صورت یه زمانی داماش بخواد دوباره پیشرفت کنه بیاد بالا، عضدی با این وضعیت تایید نمیشه. 100% تایید نمیشه. همونطور که چند سال پیش یه تیم دیگه ازش توی لیگ برتر بود، عضدی یک دو تا بازی اونجا رفت بعد دیگه تایید نشد. سردار جنگل که طبیعتا با این چمنش تایید نمیشه. اون موقع 96 زدم، اونم دیگه الان چمنش داغون شده. بگذاریم عوض کردن چمنش، ولی خب عوض کردن ولی خب باز مسئولیت دیگه. نه الان خیلی از عضدی بهتره ولی خب در کل چمن مصنوعیه. علی پنجره‌ای که بسته است به خاطر شکایت عزیزانی که تو همین داماش بودن که البته همشون بلا استثنا آقای دادرزاده، آقای پیوس، دستیاراشون، بازیکنامون زحمت‌های بسیاری برای داماش کشیدن. حالا آقای دادرزاده چه از لحاظ فنی چه از لحاظ غیر فنی اون زمانی که ما لیگ 3 بودیم تلاش بسیاری کرد. حالا درسته که آقای دادرزاده ما رو دوست نداره ولی ما که دوستش داریم. ولی آقای پیوس به همین شکل، آقای پیوسی که زحمت کشیدن ما رو بالا آوردن، بعد حالا میدونی چه برخوردی باش شد. این عزیزان همشون حق زیادی گردن داماش دارن ولی خب یه بحثی وجود داره علی. بحثی که وجود داره اینه که واقعا داماشی باید بمونه که این عزیزان بتونن ازش مطالبه کنن. الان توی وضعیتی هستیم که اگر داماش سقوط کنه من مثلا احتمال میدم اینطوری نیست که صرفا بریم لیگ 2. این باشگاه احتمالاً منحل بشه. یه مثالی که بخوام بهت بزنم مثل اون باشگاه داماش ایرانیان. اون داماش منحل شد، طلبکارانی هم بودن، حتی خیلیشون همین الان توی رشتن نتونستن اینا هرگز پولشون رو بگیرن. حتی طلب خارجی هم داشتیم که اسم باعث در اسم داماش وقتی دوباره داماش تو لیگ 2 مرحله بالای جام حذفی رفتن گفتن چرا تیم اسم داماش وجود داره. حالا من امیدوارم که این عزیزان همونطوری که زمانی که توی تیم بودن به فکر تیم بودن خب هنوزم به هر حال به فکر تیم باشن که تیم حفظ بشه و خب طبیعتا وقتی تیم حفظ بشه خب طلبشون هم میتونن بگن. یعنی اصلا من فکر نمی‌کنم هیچ هواداری راضی باشه که این عزیزان نخوان به حقشون برسن، ولی بحث الان بحث زمانه. ببین آخه اصلا واقعا یه قضیه که اگه بخوای هر طرفش رو بگیری ممکنه به اون طرفش نتونی قضاوت درست و عادلانه داشته باشی. خواه ناخواه باید طلبا پرداخت بشه. و ببین اگه الان پرداخت نشه، اگه الان اینا مهلت نداخته بازیکن‌ها ثبت میشه، بعد دوباره حالا بازیکن‌های جدید ثبت میشه، دوباره خواهید بنده خدا طرفشون بره. یه نفر باید
یه نفر باشه آره بدونم ما با این شخص سر و کار داریم. بله. حالا دقیق نمیدونیم با کی سر و کار داریم. اون کسی هم که هست یا معلوم نیست هست یا نیست. بالاخره ما هزینه‌های تیمو بده یا نه. بله. این مسئله باید حل بشه. یعنی چه با پرداخت بخشی از اون مال، چه با پرداخت حالا یا یه جور رضایت گرفتن، این قضیه باید درست شه. علی مثلا میگم الان هوادارایی هستن خب صریح بخوایم بگیم انتقاد میکنن که بهزاد دایستاده چرا مثلا چنین مبلغی در واقع باش قرارداد بسته شده که 2.5 میلیارد بوده بعد ایشون 1 میلیارد بخشه با افراد که قرارداد بستن به ایشون چه ربطی داره؟ خودشون قرارداد بسته پولشو بگیرن. اینو ببین از اونایی بپرسید که اون موقع تو دم دستگاه آقای نصیری بودن اینجور مشاوره بهشون میداد. بریم با همون صحبت کنیم اگر انتقادی وجود داره. ما وقتی مربی سوم رو تو اون فصل لیگ 3 بعد آقای زاهد بیشکای عوض کردیم دیگه میدونی چند تا بازی مونده نهایتا. خب چرا میاد 2.5 سال میبندی؟ اگه طرف نه میگم حالا اگه بستم نوزش هستش دیگه بس دیگه بس. بعدش دیگه اصلا خود طرف هم پیشنهاد برو سراغ این مربی دیگه. با خود شخصیت‌ها رو بشناسی. اگر پذیرفتی که پذیرفتی هم دیگه قراردادی که امضا کردی باید ببین حالا طرف اخراج شده باشه چه به حق باشه پولی که باید بگیره نگیره، خلاصه قرارداد بسته شده نمیتونیم بهش خورده بگیریم. شاید بابت یه سری حرفا و کارا و کامنتایی که میذاره همه دل پری ازش داشته باشه. حقشه. بعد ببین نه حقشه. بعد میگم زحمت میکشینه یه سری چیزا حقه یه سری چیزا ناحقه. خب داداش ساده زمانی که توی داماش بوده خب مثلا میگم بحث فنیش به کنار توی میدون بوده، یعنی مذاکره می‌کرده این ور میرفته اون ور میرفته فدراسیون میرفته سعی می‌کرد هوادار رو مثلا ببره داخل استادیوم، یعنی توی گود بوده اون زمانی که بود. اینم باید دید دیگه. حالا یعنی نباید یک طرفه ببینیم قضیه رو. حافظه ماهی قرمز رو داشته باشیم سری چیزا رو کنار. این چیزایی هست به هر حال اون آدما بودن تو اون بره. حالا ما بخوایم بابت کارهایی که کردن مثلا میگه فلانی چیکار کرد نمیدونم تیم سرمربی نداشت و اینا همه حرف از عصبانیت. به هر حال الان مهمترین چیزی که وجود داره اینه که پنجره به شیوهی باز بشه، حالا یا تعاملی صورت بگیره یا حالا آقای نعیمی پور حالا مثل یه جلسه هم امشب دارم با آقای نظر محمدی توی تهران. نه میگم ایشون زحمت کشیدن، حالا به هر حال مالک تیم هستن یا هر کسی دیگه که میخواد هزینه اصلا داره هزینه میکنه تا حدی حداقل. اگه خب دیگه این مبالغ رو نخواد بده خب دیگه یعنی معلومه تیم آینده نره دیگه. ما الان داریم به چی فکر ببین علی حالا شاید من پیش خودم فکر میکنم شاید آقای نعیمی پور فکر میکنه که من دارم روی یک اسب بازنده ریسک میکنم خب ولی من به نظرم اینجوری نیست. چرا نیست؟ من قبل از این برنامه داشتم بهت میگفتم. ببین الان با این دو تا تساوی که ما به دست آوردیم همه چیز اون دست خودمونه. چطور دست خودمونه؟ دو تا تیم در واقع 17 و 18 که خب ما کافیه که از اون دو تا بهتر باشیم. تیم خوش طلایی که 3 امتیاز از ما 3 امتیاز یا چند امتیاز از ما 3 امتیاز آره 3 امتیاز از ما بیشتر و در جایگاه 15 قرار گرفته، تفاضل گلش از ما بدتره. یعنی کافیه در بازی مستقیم مقابل خوش بازی ببریم. یعنی کار نشدنی نیست، کار عجیبی نیست. یعنی تیم اگر پنجرهش باز بشه، تیم تقویت بشه، اصلا حتی من فکر می‌کنم که جایگاه خیلی بالاتر هم بتونیم. یعنی اینطوری نیست که مثلا تصور کنیم داماش 15 میشه. میدونی چیه ما تو همون مراسم معرفی آقای نعیمی بودیم، ایشون از اون اول مثلا تو اون شاید حرف بود میزد ولی شاید اون ذهنیت هم داشت که به قضیه 55 امتیاز میده. ذهنیت داشت که من میخوام تیمی ببندم که مثلا صعود کنه بره بالا. در حال با تیمی که امسال بسته شد و تأخیرایی که توی انتقال مالکیت پیش اومد عملا این فرصت از داماش گرفته شد. همون لحظه هم گفتیم همون موقع هم گفتیم عملا این فرصت از داماش گرفته شد. خب ولی خب به قول جمله‌ای هست که همیشه مثلا تیمایی که توی فینال‌ها و جای دیگه میوازن میگن همیشه یه سال بعدی هست. خب شما الان باید هدفتون این باشه اگه واقعا مثلا به فکر تیمداری هستین، به فکر بالا بردن یه تیم هستین که توی سطح برتر باشین و اینا، امسال رو حفظ کنید، امسال رو کاری کنید که این نفرات جدید ثبت بشن، مطمئنا اوضاع تیم بهتر میشه، تیم میمونه. حالا اگه واقعا قصد سرمایه‌گذاری دارین بذارین برای فصل بعد. مهم اینه امسال این تیم حفظ بشه. میشه و اصلا چیز دور از ذهنی هم نیست. الان دیگه چیز دور از ذهنی نیست. شدنیه، چیز غیر ممکنی نیست. یعنی ما با بازیکن‌های جدید قطعاً تیم یه جوری حفظ میشه. حالا رتبهش مهم نیست، فقط حفظ بشه.
اگه واقعا شما هدفتون همون صعود و این چیزا هست، اگه هنوزم هدف تیم دارین بذارین برای فصل بعد. فقط امسال هزینه‌های رفت آمد تیم و قراردادهای بازیکن‌ها و اون طلب‌ها انجام بشه، تیم به وضعیت آرومی برسه، آره استیبل بشه دیگه. سال بعد هر کاری خواستیم بکنیم. ولی اصلا با این بازیکن‌ها که دارن میان بعضی‌هاشون واقعا خوبن، یعنی اصلا تیمی که برای صعود بخواد بسته بشه من فکر کنم شاکله تیم رد بشه حفظ کرد، واقعا خیلی‌هاشون خوبن. اوضاع تیم خوب میشه اگه این بازیکن‌ها بیان قطعا. مثل برنامه‌های قبل تو همین برنامه هم اگر دقت کرده باشید کدهای شارژی برای شما در نظر گرفته شده. طبیعتاً اگر برنامه رو زودتر بخواید از دیگران ببینید این کدها زودتر به دستتون میرسه و این شانس رو دارید که واردشون کنید و ازشون استفاده کنید. ما میریم برمیگردیم و در مورد بازی با استقلال مولاسانی در خدمت شما خواهیم بود. خب ما برگشتیم با ادامه برنامه وارشتاک. علیرضا در مورد بازی با استقلال مولاسانی، از قبل اون یه نکته انحرافی بگم. من چند روز پیش داشتم تو توییتر سرچ می‌کردم، همین داشتم داماش ببینم مثلا واکنش‌ها نسبت به بازی داماش اینا چیه، بعضی اونها این کار می‌کنن. یه توییت خوندم سر صدایی هم بود. یه نفر توییت گذاشته نوشته بچه‌های داماش یه جوری ریکوست مسیج میدن انگار امین مرد من قراره جای اینا بازی کنه. بعد یه نفر نوشته فلان بازیکن که دختر نمونده ریکوست نداده باشه. یکی دیگه نوشته اگه رو بازیشون اینقدر دقت میکردن الان وضعیتمون بهتر بود، ایموجی قلب شکسته. برای این توییت رو منم دیدم. حالا افرادی که ما نمیشناسیم که توییت کنیم، نه بعضی وقتا میگم ولی آره، ولی امیدوارم اگر چنین چیزایی حالا به هر حال دور و بر تیم هست نباشه. سکرتون بزنین رو بازی چه داره بود. آره این چند هر کسی وقت فراغتی داره حداقل، ولی خب شب بازی سراغ این چیزا نمیره. آره خیلی حالا چیزی جالب بهتون بگم، ما شماره اکثر بچه‌ها رو داریم دیگه. بعد مثلا خیلی وقت پیش میاد شب بازی مثلا ساعت فلان نگاه می‌کنیم بچه‌ها چرا آنلاینن، یا مثلا بعد قبل بازی می‌بینیم مثلا اینا چرا گرم نمی‌کنی مگه چرا آنلاینی. چیزا رو زیاد میاد، درست می‌خندین ولی واقعا خنده‌دار نیست. و فکرتون رو بازی بذارین. آره جذاب باشه که آره جذابه، ولی آره یه خورده یکم بازی با آبی پوش استقلال آبی پوش مولاسانی چی ترکیبش بود توی اسمش؟ آخرش هم اسمشو نفهمیدم. هم استقلال مولاسانی ما قبول داریم. آره ما میبازیم. استقلال مولاسانی توی آمار چند روز پیش گفتن کلا تو خونه نباخته. آره تو خونه نباخته. داره با چه تیمی هم بازی میکنه؟ تازه ما اولین تیم از خارج خونه اون رو دو هفته پیش گرفتیم. آره ما اون نباخته، ما تیممون وضعیتش همونه و علی نظر محمدی هم که گفت اصلا ممکن نره. حالا مگر اینکه قضیه حل شه. بس حالا داخل خونه و ایناشون هر چی بخواد باشه، ولی خب آره. اونا مشکلات بازیکنی و مدیریتی اونا کم نداشتن تا اینجا. آره دارن، ولی باز هر جوری حساب کنی شرایط ما خیلی سخته. من به شخصه فکر میکنم اگر ما گل نخوریم این روی کنه فلان هم رد بشه. یه ساعت 12 و خورده ظهر دیگه این ساعت رو بخوام ضبط کنیم، این چالش هم داره همون ساعت 6 صبح باید ضبط کنیم. تو تایم حلیم نمیتونم ضبط کنم. دفعه بعد باید اینجا حلیم بگیریم همینجا بخوریم و برنامه رو ضبط کنیم. این داشتم میگفتم ما اگر گل نخوریم ممکن مساوی کنیم. من 0-0-1-1 میبینم. من 0-0-1 میبینم. حالا احتمال یکیش هم هست، ولی من دیگه احتمال باخت نمیدم. نگم وای چرا فلانی اومده اش نظر منفی میزنه. همون چرا زشته. نه من ولی فکر میکنم که واقع بین اگر باشیم میبازیم. حتی بازی قبلی هم داشتیم میباختیم و حالا تو همون در مورد بازی فجر که داشتیم صحبت میکردیم من یه چیزا یادم رفت بگم. حتی اگر اون بازی با فجر رو میباختیم بازم حتی به نظر جای انتقاد و پوشش نداشت. وضعیت فنیمون همینه، بازیکنامون همینن. حالا یه صحبتی هم هست. آقای نظر محمدی گفت اگه این پنجره باز نشه من بازی با مولاسانی نمیرم. من همین الان گفتم دیگه. آره همین. چی باید بکنیم؟
حالا شاید هم حالا جلسه خوبی احتمالاً با جناب نعیمی پور دارم. من امیدوارم که آره یعنی این برنامه پخش میشه همزمان جلسه احتمالاً داره برگزار میشه. امیدوارم که حل شه قضیه. ولی من همچنان میگم احتمال مساوی شدن هست. اگه نبازیم خیلی بهتره، خیلی یعنی برای روحیه وضعیتمون خیلی بهتر میشه. دیگه اصلا بعد مثلا به تفاضل خوشه کاری نداریم. مثلا اگر اون بالا داریم ما بازی بدن با استقلال مولاسانی میگیم مساوی برام خوبه. وضعیتمون چی شده ولی خب دیگه وضعیت موجود همینه دیگه اصلا. آره همونی که گفتیم به نوستالژی فکر نکنید الان وضعیت حالا چه بدیش چه خوبیش جفتش با وضعیت موجود رو ببینیم. حرفی سخنی حلی دیگه لاف کردم بس. فقط تنها نکته‌ای که میمونه اینه که توی یکی دو هفته آینده یه خورده ممکنه کمکار بشیم. سعی می‌کنیم که نشیم، یعنی تمام تلاشمون رو می‌کنیم که کمکار نشیم. یه خورده به خاطر مشغله‌های شخصی من، حالا شاید دوستان بعضی در جریان باشه، مشغله‌های مختلف البته چیزای گوناگونی که وجود داره، ممکنه توی یکی دو هفته آینده خورده کمکار بشیم. ولی دوباره البته به امید خدا اگه اتفاق خاصی نیفته اون بازی خیبر دوباره به همراه وارش که حتما هست. حالا شاید بازی مشکل میشه بازی مثلا بازی با مولاسانی احتمالاً پخش زنده هم نداره. ما تمام تلاشمون می‌کنیم باشیم، ما یعنی دارم نمیگم که نیستیم، شاید از یه آنتنی چیزی پخش. آره ولی احتمالاً توی یکی دو هفته آینده کمکار باشیم، ولی به هر حال بعدش پرقدرت برمیگردیم. به نفع. این بود وارشتا که این هفته علی. من به نوبه خودم خداحافظی میکنم با مخاطبا. به امید موفقیت داموش و تا برنامه بعد خدا نگهدار.